میدونستید که استرالیا بزرگترین دامداری‌های جهان رو داره؟ این کشور یکی از قطب‌های بزرگ تولید گوشت در جهانه. چیزی که می‌بینید یک روز معمول در دامداری‌های استرالیا. جایی که به خاطر مراتع وسیع و شرایط آب و هوایی مناسب، روش‌های سنتی دامداری رو به طور کامل تو این کشور تغییر داده. دامداری‌هایی که گاهی وسعتش به میلیون‌ها هکتار میرسه و دامداران از هلیکوپتر برای کنترل دام‌ها از هوا و برای کنترل زمینی هم از کامیون‌های مخصوصی استفاده می‌کنن. هلیکوپتر به دامداران این امکان رو میده که گله‌ها رو از ارتفاعات به طور دقیق راهنمایی و نظارت کنن و ماشین‌هایی هم که مجهز به تله‌های ویژه هستن برای گرفتن سریع دام‌ها کمک می‌کنن. صنعت بزرگ دامداری استرالیا که ترکیبی از فناوری و سخت‌کوشی رو نشون میده، باعث شده که استرالیا بعد از برزیل دومین کشور صادرکننده گوشت در جهان بشه. جالبه که بدونی تو این کشور 28 میلیون رأس گاو وجود داره، حتی بیشتر از جمعیت استرالیاست. آمارها نشون میده که هر فرد استرالیایی در سال 4 کیلوگرم گوشت مصرف داره و جای تأسف داره که هر فرد ایرانی هم در سال 700 گرم گوشت مصرف میکنه. نظر شما راجع به این صنعت چیه و چرا تو کشور ما توسعه داده نمیشه؟ نظرتون رو کامنت کنید و برای دیدن پست های جذاب پیج فکت‌راز رو فالو کنید.